اسمش ماموته ولی خودش رو میتونه به سرعت یک شاهین به دشمن برسونه. آلمان همیشه مهد تکنولوژی خودروسازی بوده. حالا این بار اومده نشون بده که توی ساخت خودروهای نظامی هم حرفی برای گفتن داره و با تکنولوژی چیکار میتونه بکنه. توی این خودروی نظامی پیشرفته از یک تکنولوژی استفاده شده به نام ریر اکسل استیرینگ که باعث میشه چرخهای عقبم بچرخن و شما در شعاع کوچکتری میتونید دور بزنید و به راحتی میتونید در جاهای تنگ تغییر جهت بدید یا دور بزنید و برگردید. که البته ما توی ایران اولین بار این آپشن رو با سری 7 BMW دیدیم. این تکنولوژی که به واسطه سیستم الکتروهیدرولیک کار میکنه، چرخهای عقب برخلاف چرخهای جلو میپیچند و در سرعت‌های بالا چرخهای عقب هم جهت چرخهای جلو تا پایداری خودرو حفظ بشه و باعث واژگونی خودرو نشه. ماموت هم مثل بقیه خودروهای نظامی که در رابطه باشون صحبت کردیم از وبپندینگ روی سقفش استفاده میکنه و توانایی نصب اسلحه در کناره‌ها رو داره و افراد از داخل ماشین میتونن به راحتی شلیک کنن. اما چیزی که ماموت رو متمایز میکنه در حقیقت داشتن سیستم نارنجک انداز اتوماتیکه که میتونه در هر دقیقه 350 تا نارنجک 40 میلیمتری رو به راحتی شلیک کنه و با برد 2 کیلومتر به تجمعی از دشمن برسونه و اونا رو در کسری از ثانیه نابود کنه. ماموت به کمک قلب تپنده 3000 سی سی توربو دیزل 6 سیلندرش میتونه به راحتی 250 اسب بخار و 600 نیوتن متر گشتاور تولید بکنه. که جالبیش اینجاست. با اینکه خودش 2.5 تن وزن داره، میتونه به راحتی تا 4 تن بار رو بکشه. که این مجموعه بی‌نظیر به واسطه یک گیربکس 8 سرعته اتوماتیک ZF آلمان تکمیل میشه. این خودرو با کمک سیستم تعلیق جناقی دوبل یا همون دبل ویشبون میتونه به راحتی توی پستی بلندی ها زمانی که یک چرخ روی یک صخره هست و یک چرخ پایینه خودش رو صاف نگه داره و شما در شرایط استیبل بمونید. کمک فنرهایی که توی این ماشین استفاده شده دقیقاً مشابه سیستم تعلیق رالی داکاره. کمک فنر هرچه باز و بسته میشه باعث داغ شدن روغن داخلش میشه و با استفاده از یک مخزن خارجی اومدن باعث خنکسازی این روغنا شدن که کمترین افت توان رو داشته باشه. کورس تعلیق این خودرو بسیار چشمگیره. در حقیقت تا 50 سانتی متر میتونن کمک فنرها باز یا بسته بشن. فکر نکنید آلمان فقط برای خودروهای چابکی مثل CLA از توزیع وزن 50-50 استفاده کرده. توی این ماشین هم وزن به صورت نصف نصف تقسیم شده و باعث پایداری بیشتر این ماشین میشه. این خودرو رو مثل یک کمد ساختن و شما به راحتی میتونید تسلیحات نظامیتون رو در جای جای این خودرو بذارید و در کسری از ثانیه به اونا دسترسی داشته باشید. به جز اینکه این خودرو میتونه گرمایی که از خودش ساطع میکنه رو کم بکنه و از دید دوربین‌های حرارتی پنهان بمونه، یک ویژگی خیلی خاص داره که توی خودروهای نظامی کمی دیده میشه. اونم رنگ این ماشینه. تکنولوژی رنگ این خودرو بسیار بالاست و با توجه به متریالی که توش استفاده کردن، تونسته بازتاب امواج رادار و دوربین‌های حرارتی رو به حداقل برسونه. در حقیقت شما به سختی دیده میشید و به راحتی عبور میکنید. به نظرم آلمان نه تنها توی ساخت خودروهای شهری و معمولی و حتی سوپرکارها پیشروه، بلکه توی ساخت خودروهای نظامی هم حرفی برای گفتن داره.